با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز. ما امروز سفر کردم به یکی از شهرهای زیبا و دیدنی آلمان، شهر دورتموند. به خاطر چی؟ به خاطر که 2 سال قبل پیش آمده بودم و این موزه که در پشت سر ما میبینید موزه فوتبال است. در اون سال که آمدم محکم بود، خیلی گفته که با که ناراحت شدم و امروز به خاطر آمدم که این بویای و خواستم که از این نوار بگیرم و بهر شما پیشکش بدم، چون که شما هم از این موزه معلومات پیدا کنیم و بهره برید. شما یک دفعه ببینید دوستان عزیز، ما فعلا قرار دارم در صحن بیرونیش چند خبر نصیب باشم میریم درونی همین موزه و در موزه چی چیزا هست از تیم ملی آلمان بهر شما ان شاء الله با نوار میکشیم و پیشکش میکنیم. و دوستان عزیز نگفتن امانت با کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی را برای همیشگی فشار بدید.